یعنی فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری مقطع کارشناسی ارشد. اینجا یه نمایشگاه گروهی تصویرسازی از بچه‌های 4 تا از اساتید، آقای گلدوزیان، آقای رحیم‌زاده، 2 تا برادر و آقای طباطبایی، که هر کدوم از ما به 2 تا کار توی این نمایشگاه شرکت کردیم. تکنیک کارهای من اکولین و قلم فلزیه و در مورد متل خاله سوسکه کار شده. یکیش متل خاله سوسکه است که یکی دیگرش هم توقف زمانه. تکنیک کار برگرفتن چاپ سنگیه و برای اینکه سعی شده که از تکنیک توش به کار میره از چاپ سنگی و اون هویت اصلی کار دور نشه، به خاطر اینکه متل خاله سوسکه دوره ظهورش مال زمان قاجار بوده. خیلی تعهدم رو نسبت به اون زمان و تکنیک چاپ سنگی حفظ کردم، ولی رنگ رو آوردم توش که با اینکه ضرر مدرن قاطی اون سطح چاپ سنگی بشه ولی همچنین هم دور نشه از فضای اون زمان. و رنگایی هم که به کار بردم از رنگ‌های استفاده کردم که رنگ‌های استفاده شده در نقاشی‌های ایرانی قدیم باشه. من سایما زربیان هستم. حدود 8 ماه که با آقای رحیم‌زاده کار میکنم. فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشگاه هنر هستم. 3 ساله که فارغ التحصیل شدم. کار کردم در مورد یه داستانی بوده که من این داستانی حدود فکر کنم 2 ماه نزدیک 3 ماهه که کار میکنم با ایشون. اولش به صورت اتود بوده، یه سری اتودهای اولیه میزدیم، بعد اتودا که تایید میشد حالا کار رو به صورت رنگی در میآوردیم و به سرانجام رسوندیم. من ستاره ترابزاده هستم. کارشناسی ارشد تصویرسازی دارم و کارشناسی من توی رشته گرافیک درس خوندم. در مورد این کارا داستان اصلیشون یک داستانی هست به اسم صندلی که نویسنده‌اش خانم هدی حدادیه که این 3 تا فریم داشته که من توی این نمایشگاه 2 تا فریمش رو گذاشتم و داستان سرنوشت یک صندلی هستش. یک داستان فانتزی هستش، یعنی داستان تخیلی هستش. سرنوشتی هستش که این صندلی داره و در جاهای مختلف توسط در تخیل یک فردی در محلهای مختلف قرار میگیره که هر کدوم از این فضاها هم سرشار از تخیلن. داستان خیلی کوتاه هستش و بیشتر بخشی که خیلی چالش برانگیز بود توی این داستان این بودش که تصویرگر باید از تخیل خودش استفاده میکرد تا تصویرها رو در واقع بهشون شکل بده و این خیلی بخش مهمی داشت. به خاطر همین طراحی توی این تصویرات بیشتر از خود اجرا زمان گرفت، یعنی اون چیزی که مهم بود در واقع تصویر کردن اون تخیل بود که به عهده تصویرگر بود. و این فریم 2 و 3 هستن که این فریم 2 هست و این فریم 3 که فریم اول ما به خاطر محدودیت کاری که داشتیم فقط 2 تا فریم میتونیم داشته باشیم که همین 2 فریم رو گذاشتیم.